تابستون 1914 جهان به یه جنگی کشونده شد که تا اون موقع سابقه نداشت و شروع این جنگ ترور آرشدوک فرانس فردیناند ولیعهد اتریش مجارستان بود. فرانس فردیناند و همسرش به یه سفر به بوسنی رفته بودن و اونجا گاوریلو پرینسیپ، یه جوان سرب و عضو سازمان مخفی دست سیاه، اونو به ضرب گلوله به قتل میرسونه. پرینسیپ رویای متحد کردن اسلاف‌های تحت امپراتوری اتریش مجارستان زیر سلطه صربستان رو داشت و اون اقدام به تروری کرد که اروپا رو به لرزه در آورد. اتریش مجارستان تصمیم گرفت از این فرصت استفاده کنه و ملیگرایی سرب‌ها رو برای همیشه نابود کنه. اونا یه التیماتوم خیلی سختگیرانه برای صربستان فرستادن و صربستان که حمایت روسیه رو داشت با خیلی هاشون موافقت کرد، اما چندین بند مهم رد کرد. اما اینجا اتحادها و روابط کشورها میاد وسط. آلمان که متحد اتریش مجارستان بود بهشون ضمانت حمایت کامل نظامی در صورت جنگ با روسیه رو داد و روسیه حامی استقلال صربستان بود و هر حمله به صربستان حمله به روسیه تلقی میشد. از طرف دیگه فرانسه و روسیه هم با هم متحد بودن و این یعنی تو ماه جولای وقتی تلاش‌های دیپلماتیک بی‌نتیجه موند، اتریش مجارستان به صربستان اعلان جنگ کرد، روسیه ارتشش رو بسیج کرد، آلمان به روسیه و فرانسه اعلان جنگ داد و حالا یه جنگ بزرگ توی اروپا شکل گرفته بود. با شروع جنگ جهانی اول رهبری آلمان نگران جنگ تو دو جبهه بود. اونا فکر می‌کردن که چطور باید همزمان هم با فرانسه و هم با روسیه درگیر باشن و اینجا نقشه اشلیفن روی کار اومد. آلمان انتظار داشت که روسیه به عنوان کشور بزرگ و با ارتش خیلی بزرگ زمان زیادی بگیره تا آماده جنگ بشه. پس اونا همه قدرتشون رو فرانسه متمرکز کردن و هدفشون این بود که فرانسه رو از جنگ خارج کنن و بعد قوای خودشون رو روی روسیه برگردونن. مشکل اینجا بود که منطقه مرزی بین آلمان و فرانسه دفاعهای خیلی شدیدی داشت. پس پیشنهاد شد برای دور زدن این دفاعها از بلژیک رد بشن. روز 4 آگوست 1914 نیروهای آلمانی بدون هشدار قبلی وارد خاک بلژیک شدند. بریتانیا به عنوان ضامن استقلال بلژیک از همونجا علیه آلمان وارد جنگ شد و حالا آلمان پیشروی میکرد و هدفش طبق نقشه اشلیفن این بود که هیچ مقاومتی سر راه نتونه جلوش رو بگیره و اونها بعد به پاریس میرسیدن. ارتش بلژیک خیلی کوچیک بود اما بیشتر از حدی که ازش انتظار میرفت مقاومت کردن. نبردهای بزرگ و خونین توی بلژیک شکل گرفتن و حمله آلمان کندتر از چیزی که برنامه‌ریزی شده بود پیش میرفت. توی بعضی موارد نیروهای آلمانی جنایت‌های بزرگی علیه غیر نظامی‌های بلژیک انجام دادن و به این اتفاقات سیستماتیک تجاوز بلژیک گفته میشه. اما چیزی که نباید فراموش کنیم اضافه شدن بریتانیا به جنگ. آلمان یه جنگ منطقه‌ای با روسیه و فرانسه تصور کرده بود، اما اضافه شدن بریتانیا و کل امپراتوریش به جنگ حالا جنگ جهانی کرد. بعد از رد کردن بلژیک نیروهای آلمانی با 3 ارتش از طریق شمال شرق فرانسه به سمت پاریس حرکت کردند. نبردهای اولیه که تو مرزها انجام شد مثل نبرد لورن و آردن با درگیری‌های سنگین بین ارتش‌های دو طرف شکل گرفت و برخلاف تصور فرانسه هجوم به آلزاس لورن باعث نشد که اونا موفقیتی داشته باشند و خسارت‌های خیلی بزرگی به ارتش فرانسه زد. همزمان با پیشروی‌های آلمان نیروهای اعزامی بریتانیا به خاک فرانسه رسیدن. اونا اولین درگیری‌های بزرگشون رو با آلمانیا داشتن و با اینکه تونستن آلمان رو موقتاً متوقف کنن در نهایت مجبور به عقب نشینی شدن. و حالا اوایل سپتامبر بود و آلمان به سرعت در حال نزدیک شدن به پاریس بود. ارتش فرانسه همزمان با عقب نشینیاش داشت برای دفاع از پایتخت آماده میشد و حتی بعضی از ادارات دولتی رو به شهر بوردو منتقل کردند. فرمانده جدید ارتش فرانسه ژنرال جوزف ژوفره تصمیم گرفت که ضد حمله رو شروع کنه. تو حاشیه‌های رودخونه مارن ارتش فرانسه و بریتانیا یه ضد حمله تعیین کننده علیه جناح راست ارتش آلمان ترتیب دادن. نبرد اول مارن از 5 تا 12 سپتامبر طول کشید.
ارتش ششم فرانسه با پشتیبانی نیروهای نظامی بریتانیا تونست آرایش ارتش آلمان رو مختل کنه و با وجود اینکه تلفات خیلی سنگینی دادن، نیروهای آلمان رو مجبور به عقب نشینی کردن و حالا پاریس امن بود. آلمان تا رودخونه آین عقب نشینی کرد و مانورهای متحرکش تموم شدن. هر دو طرف شروع به حفر کردن خندق‌های طولانی کردن و تلاش کردن همو دور بزنن و به سمت شمال برن. این معروف مسابقه به سمت دریا شد. در نهایت یک جبهه ممتد از مرز سوئیس تا کانال انگلیس شکل گرفت و حالا جنگ توی غرب وارد یه مرحله شد که هیچ کدوم از طرفین نمیتونستن برتری داشته باشن. چند هزار کیلومتر از خندق، سیمخاردار و گل. حالا دیگه توانایی مانورهای سریع و پیشروی سریع وجود نداشت و جنگ قفل شده بود. همین که جنگ جهانی اول شروع شد، روسیه تصمیم گرفت که طبق تعهداتش به صربستان و فرانسه جبهه شرقی رو خیلی سریع باز کنه. اونا بسیج گسترده نیروهاشون رو شروع کردن، اما این ناقص بود. روسیه همزمان 2 جبهه مختلف رو باز کرد. از شمال به سمت پروس شرقی تو امپراتوری آلمان و از جنوب به سمت گالیسیا تو امپراتوری اتریش مجارستان. از شمال روسیه 2 ارتش فرستاد، یکی از ویلنیوس و یکی دیگه از ورشو. این 2 به سمت خاک آلمان حمله کردند. هدف این بود که آلمان رو مجبور کنن نیروهاشو از جبهه غربی برداره و بیاره کونیکسبرگ تا از پایتخت پروس شرقی دفاع کنه. آلمان از آمادگی سریع روسیه برای حمله غافلگیر شد. طبق نقشه اشلیفن اونا انتظار داشتن که روسیه چند ماه طول بکشه تا نیروهاشو آماده کنه و قرار بود تو این مدت اونا فرانسه رو فتح کنن. اما برنامه‌ریزی ضعیف روسا و عدم هماهنگی بین ارتشاشون باعث شد آلمان از خطوط راه آهن داخلیش بهره بگیره و ارتش 8 آلمان تحت فرماندهی ژنرال پال فون هیندنبرگ و استراتژی اریش لودندورف ضد حمله زد. توی نبرد معروف تاننبرگ تو آگوست 1914 ارتش دوم روسیه تقریباً کاملاً محاصره و نابود شد و فرماندهش ژنرال سامسونوف دست به خودکشی زد. توی جنوب اما اوضاع متفاوت بود. ارتشای روسیه با قدرت خیلی بیشتر به قلمرو اتریش مجارستان حمله کردند و ضعف ارتش اتریش و مشکلات داخلیش باعث شد که روسا خیلی راحت تو گالیسیا پیشروی کنن و شهرهای خیلی بزرگی مثل لمبرگ به دست ارتش روسا افتاد و اونا خطوط راه آهن رو تصرف کردند. باز شدن جبهه شرقی چند پیامد مهم داشت. یکیشون این بود که امیدهای آلمان نقشه برآب شد و اونا دیگه نمیتونستن یه جنگ سریع تو غرب داشته باشن و بعد به سمت روسیه برگردن. حالا جنگ تو 2 جبهه داشت شکل میگرفت. همچنین اعتبار نظامی آلمان خیلی بیشتر شد. تاننبرگ باعث شد که ژنرالایی مثل لودندورف یا هیدنبرگ تبدیل بشن به چهره‌های اصلی جنگ و همچنین ضعف ارتش اتریش مجارستان برای همه دنیا مشخص شد و آلمان در آینده توی جبهه‌های اونا مداخله بیشتری میکرد. بعد فاجعه تاننبرگ ارتش روسیه که امید تهاجم خیلی سریع به خاک آلمان داشت مجبور شد از مواضعش تو پروس شرقی عقب نشینی کنه و حالا یه مرز طولانی از دریای بالتیک تا کوههای کارپات شکل گرفته بود و اینجا نبردهای بزرگ و پی در پی شکل خواهند گرفت. توی اکتبر 1914 آلمانی‌ها با پشتیبانی اتریش مجارستان حمله‌های سنگینی و تو ناحیه دریاچه‌های مازوری ترتیب دادن. هدف بیرون کردن کامل روس‌ها از پروس شرقی بود. تو دومین نبرد دریاچه‌های میزوری روس‌ها با وجود مقاومت شدید دوباره مجبور به عقب نشینی شدن و این نبرد به آلمان اجازه داد که بخش بزرگی از مرز شرقی خودش رو تثبیت کنه و تمرکزش رو به اتریش مجارستان بده. توی جنوب اوضاع پیچیده‌تر بود. اتریش مجارستان تلاش کرده بود که روس‌ها رو از گالیسیا بیرون بندازه اما موفق نشده بود. حالا با کمک آلمان یه ضد حمله ترتیب دادن و زمستون 1914 و بهار 1915 نیروهای 2 امپراتوری تونستن که بخشی از گالیسیا رو پس بگیرن. نبردهای این جبهه خیلی خونین بودن و تلفات وحشتناکی برای هر دو طرف گذاشتن. با اینکه استفاده از سلاح‌های شیمیایی توی جبهه غربی معروف‌ترن، اما اولین استفادهشون تو جبهه شرقی اتفاق افتاد. توی حملات سال 1915
آلمان از گاز سمی علیه ارتش روسیه استفاده کرد. روس‌ها تجهیزات حفاظتی مناسب براش نداشتن و تلفات خیلی زیادی دادن. بعد از حملات آلمان و اتریش مجارستان، جبهه شرقی به حالت نیمه ثابت درآمد. با وجود پیشروی‌ها و عقب‌نشینی‌های جزئی، هیچ کدوم از طرفین نتونستن ضربه‌های تعیین کننده بزنن. ضعف‌های لاجستیکی و سختی‌های جغرافیایی باعث شد که جنگ توی جبهه شرقی فرسایشی بشه و در نهایت تثبیت نسبی این جبهه باعث شد که امید آلمان برای نابودی سریع روسیه نابود شه و جنگ تو شرق هم مثل غرب تبدیل به یک کابوس طولانی و پرهزینه شد. بعد از اینکه تو تابستون 1914 ارتش اتریش مجارستان موفق نشد صربستان رو سرکوب کنه، بالکان به یکی از پیچیده‌ترین و خشن‌ترین جبهه‌های جنگ جهانی اول تبدیل شد. هرچند که ارتش صربستان تونسته بود حمله‌های اولیه رو دفع کنه، اما منابع محدود، بیماری‌ها و فشارهای سیاسی باعث شد که این مقاومت خیلی پایدار نباشه. تو سال 1915 ارتش اتریش مجارستان با حمایت کامل آلمان و مشارکت بلغارستان تو آینده نزدیک تهاجم خیلی بزرگی رو علیه صربستان شروع کرد. نیروهای آلمانی و نیروهای اتریشی از شمال و غرب حمله کردند، در حالی که بلغارها از شرق وارد شدند. ورود بلغارستان به جنگ تو اکتبر 1915 یه نقطه عطف بزرگ بود. صربستان از 3 جهت مورد حمله قرار گرفت و نتونست مقاومت کنه. ارتش دولت صربستان به سمت کوههای آلبانی عقب نشینی کردند و چند هزار غیر نظامی تو این عقب نشینی جون خودشون رو از دست دادن. سرب‌ها به همراه بازمانده‌های فرانسوی و بریتانیایی خودشون رو به سواحل دریای آدریاتیک رسوندن و کشتی‌های متفقین اونها رو به جزیره کورفو تو یونان منتقل کردن. اونجا سرب‌ها تجدید قوا کردن، اما خاک صربستان تا آخر جنگ تحت کنترل نیروهای مرکزی بود. عثمانی هم تو پاییز 1914 به جنگ جهانی اول اومد. اونا فقط یه جبهه علیه روسیه باز نکردن، اونا دامنه جنگو به خاورمیانه کشیدن. عثمانی که بعد جنگ‌های بالکان ضعیف شده بود، دنبال پیدا کردن یه حامی قوی برای حفظ بقای امپراتوریش بود. اونا با آلمان تو آگوست 1914 یه اتحاد مخفیانه ساختن و این زمینه‌ساز ورود رسمیشون به جنگ شد. دسامبر 1914 ارتش سوم عثمانی به مواضع روسیه تو ارتفاعات برفی قفقاز حمله کرد. هدف این احیای اقتدار عثمانی بود. این حمله به خاطر شرایط جوی سخت، ضعف لاجستیکی و فرماندهی افتضاح عثمانی شکست خورد. توی نبرد سالیقمیش بیشتر از 60% از نیروهای عثمانی یا کشته شدن یا از شدت سرما و بیماری از نبرد خارج شدن. بعد از نبردهای قفقاز درگیری‌ها به بقیه خاورمیانه هم کشیده شدند. توی عراق ارتش بریتانیا از بصره وارد شد و هدفش تضمین امنیت منابع نفتی جنوب ایران و خلیج فارس بود. این لشکرکشی در نهایت به محاصره و تسلیم نیروهای بریتانیا تو سال 1916 منجر شد. این یکی از بزرگترین شکست‌های امپراتوری بریتانیا تا اون زمان بود و توی شام عثمانی درگیر مقابله با نفوذ فرانسه بود و از سمت دیگه زمینه قیام عرب‌ها علیه عثمانی داشت شکل می‌گرفت و بعدها با تحریک بریتانیا به اوج خودش رسید. بعد ورود امپراتوری عثمانی به جنگ، متفقین که دنبال یه راه برای شکستن بنبست جبهه غرب بودن، یه طرح جاه طلبانه ریختن. اونا می‌خواستن تنگه داردانل رو باز کنن و قسطنطنیه رو تصرف کنن. این عملیات که بعداً به نام نبرد گالیپولی شناخته شد، یکی از پرهزینه ترین و شکست‌آمیزترین اقدامات نظامی در طول جنگه. متفقین مخصوصاً بریتانیا به این نتیجه رسیده بودند که با باز کردن راه دریایی از طریق داردانل میتونن به روسیه کمک برسونن و عثمانی از جنگ بیرون بندازن. وینستون چرچیل که اون زمان فرمانده نیروی دریایی بریتانیا بود، از حامیای اصلی این عملیات بود. آوریل 1915 نیروهای مشترک بریتانیا، استرالیا، نیوزیلند و فرانسه
توی نقاط مختلفی از شبه جزیره گالیپولی پیاده شدن. اما اونا به جای اینکه پیشروی سریع داشته باشن، با مقاومت نیروهای عثمانی روبرو شدن. ژنرال مصطفی کمال که بعدها به نام آتاتورک شناخته شد، توی دفاع از ارتفاعات کلیدی نقش تعیین کننده‌ای داشت. نیروهای متفقین نتونستن از ساحل فراتر برن و درگیر نبرد فرسایشی شدن. نبرد گالیپولی نه تنها از نظر نظامی بلکه از نظر انسانی هم فاجعه بود. بیماری، کمبود آب، گرما و گرسنگی همشون باعث شدن که تلفات سنگینی روی هر دو طرف بذاره. در نهایت تو سال 1915 متفقین تصمیم گرفتن که کاملا از گالیپولی خارج بشن. این عملیات با دقت بالا شکل گرفت و تلفات در حین خروج زیاد نبودن. اما این نماد یکی از بزرگترین شکست‌های نظامی در طول جنگ موند و عثمانی با وجود ضعف سیستماتیکش موفق شد یه پیروزی بزرگ دفاعی رو ثبت کنه. با اینکه اکثریت نبردهای جنگ جهانی اول تو اروپا اتفاق افتادن، اما این جنگ خیلی سریع مرزهای اروپا رو رد کرد و امپراتوری‌های مثل بریتانیا، فرانسه و آلمان نیروهای مستعمره‌شون رو استفاده کردن و توی آسیا، آفریقا و اقیانوسیه درگیری داشتیم. مثلا ژاپن که بر اساس پیمان 1902 متحد بریتانیا بود، تو آگوست 1914 با آلمان اعلان جنگ داد. هدف ژاپن تسخیر مناطق تحت نفوذ آلمان تو چین و اقیانوس آرام بود. اونا حمایت فعالی از متفقین تو اروپا نداشتن، فقط بندر استراتژیک چینگداو رو توی شاندونگ محاصره کردن و بعد یه نبرد نسبتاً کوتاه تو نوامبر 1914 اون رو تصرف کردن. توی اقیانوسیه هم نیروی دریایی ژاپن خیلی سریع جزایر تحت کنترل آلمان رو اشغال کرد. این اقدامات نه تنها باعث گسترش امپراتوری ژاپن شدن، بلکه یه موقعیت به عنوان قدرت بزرگ تو آسیا به ژاپن دادن. توی آفریقا مستعمرهای آلمان کانون جدید جنگ شدن. متفقین مخصوصا بریتانیا، فرانسه و بلژیک تلاش کردند که مستعمرهای آلمان رو تحت تصرف کامل خودشون بگیرن. توی آفریقای جنوب غربی نیروهای آفریقای جنوبی با فرماندهی ژنرال یان سماتس نیروهای آلمان رو شکست دادن. توی کامرون نیروهای فرانسوی و انگلیسی چند عملیات مشترک انجام دادن که با وجود مقاومت شدید آلمان توی سال 1916 اونها این منطقه رو تحت تصرف کامل خودشون گرفتن. اما تو شرق آفریقا آلمانیا از تاکتیک‌های جنگ چریکی استفاده کردن و سالها مقاومت کردن. نیروی اونها کوچیک اما سریع بود و مقاومتشون حتی بعد از آتش‌بس تو اروپا هم ادامه پیدا کرد. چند میلیون سرباز و کارگر از مستعمره‌ها به جبهه‌های جنگی اعزام شدند. هند بیشتر از 1 میلیون نیروی نظامی و غیر نظامی به بریتانیا فرستاد. همچنین مستعمره‌های فرانسه تو آفریقای غربی و شمالی چند هزار سرباز رو برای جبهه فرانسه فراهم کردند. توی خیلی از این موارد این نیروها با نژاد پرستی، شرایط نامطلوب زندگی و محرومیت از حقوق برابر مواجه بودند. با این حال مشارکت گسترده اونها نشون دهنده این بود که جنگ جهانی اول فقط یه جنگ اروپایی نبود. وقتی جنگ جهانی اول شروع شد، ایتالیا جزو یه اتحاد 3 جانبه با آلمان و اتریش مجارستان بود. اما وقتی که جنگ شروع شد، ایتالیا تصمیم گرفت که وارد جنگ نشه و بی‌طرف بمونه. این بی‌طرفی ایتالیا تا سال 1915 ادامه پیدا کرد، اما با پیشرفت جنگ مذاکرات پشت پرده با متفقین کرد و سیاستش رو عوض کرد. یکی از دلایل اصلی تغییر موضع ایتالیا پیشنهادها و وعده‌های متفقین بود. توی قرارداد لندن که آوریل 1915 بین ایتالیا و متفقین امضا شد، به ایتالیا وعده دادن که بعد از پیروزی بخشای بزرگی از قلمرو اتریش مجارستان به ایتالیا داده میشه و به خاطر همین ایتالیا اتحاد اولیه‌اش با آلمان و اتریش مجارستان رو ول کرد و به متفقین پیوست. ماه می 1915 ایتالیا به امپراتوری اتریش مجارستان اعلان جنگ داد، اما برخلاف جبهه شرق که توش نبردها شهری بودن، اینجا صحنه نبرد کوهستان آلپ بود. ایتالیا در طول جنگ 12 نبرد بزرگ توی این منطقه انجام داد، اما این نبردها که تلفات زیادی روی دو طرف گذاشتن، پیشروی بزرگی نداشتن و شرایط جغرافیایی
باعث شده بود که 2 تا ارتش به بنبست بخورن. عملیات بروسیلوف یکی از بزرگترین و موفق‌ترین حملات ارتش روسیه تو جنگ جهانی اول بود. تابستون 1916 توی جبهه شرقی این عملیات به فرماندهی ژنرال الکساندر بروسیلوف برنامه‌ریزی و اجرا شد و این نقطه عطف تو جنگ برای روسیه بود. بعد از شکست‌های سنگین ارتش روسیه تو سال‌های اولیه جنگ و فشار مداوم ارتش آلمان، روسیه نیاز داشت که تو جبهه شرقی تغییر ایجاد کنه. بروسیلوف هدفش رو شکستن خطوط دشمن و ایجاد فشار روی ارتش آلمان انجام داد و یه عملیات خیلی بزرگ رو برنامه ریزی کرد. عملیات بروسیلوف نسبت به زمان خودش از لحاظ تاکتیکی جلوتر بود. اون برخلاف بقیه که از حمله‌های مستقیم و پرخطر استفاده می‌کردن، حملاتش رو پراکنده می‌کرد و همزمان چندین نقطه ضعف دشمن رو مورد هدف قرار میداد تا خطوط دفاعیش رو از هم بشکونه. نتیجه حملات بروسیلوف چشمگیر بود. ارتش روسیه تونست بخش بزرگی از خاک خودش رو از اتریش مجارستان پس بگیره، چند هزار اسیر بگیره و تجهیزات زیادی رو به غنیمت بگیره. این حملات تأثیر بزرگی روی جنگ داشتن و باعث شدن که آلمان فشارش رو روی بقیه جبهه‌ها کمتر کنه. همچنین توی متفقین غربی امید دوباره زنده شد. اما با وجود همه موفقیتاش روسیه هنوز مشکلات بزرگی داشت. اونا تلفاتشون زیاد بود، تجهیزاتشون کم بود و فضای سیاسیشون بی‌ثبات بود. و در نهایت آلمانی‌ها موفق شدن دفاع خودشون رو بهتر کنن و بعضی از زمینایی که روسیه پس گرفته بود رو دوباره پس گرفتن. توی جنگ جهانی اول ایران با وجود اینکه اعلام بی‌طرفی کرده بود به خاطر موقعیت ژئوپلیتیکی حساسش به یه صحنه برای رقابت و اشغال نظامی 3 قدرت اون زمان یعنی روسیه، بریتانیا و امپراتوری عثمانی تبدیل شد. سربازای روسیه توی شمال ایران مخصوصاً آذربایجان، گیلان و مازندران مستقر شدند. هدف روسا کنترل مسیرهای حمل و نقل به سمت قفقاز بود و اونا می‌خواستن منافع سیاسی و اقتصادیشون رو توی منطقه حفظ کنن. حضور نظامی گسترده روسا عملاً کنترل شمال کشور رو دست اونا داد و حکومت مرکزی ایران که همینجوریش هم ضعیف بود رو ضعیف‌تر کرد. نیروهای بریتانیا هم تو جنوب ایران مخصوصاً جایی که نفت داشتن حضور پیدا کردن. این اشغال برای محافظت از منابع نفتی و خطوط انتقال اون به سمت دریا و برای جلوگیری از نفوذ عثمانی به خلیج فارس انجام شد. بریتانیا همچنین کنترل راه‌های حیاتی زمینی و دریایی رو به هند حفظ کرد. عثمانی هم برای اینکه بتونه جبهه جنگ رو گسترده کنه و با روس‌ها توی غرب ایران بجنگه، وارد کردستان و ایلام شد و نیروهاشون تلاش کردن که نفوذ خودشون رو تو مناطق مرزی بیشتر کنن. اونا از موقعیت ایران برای تقویت جبهه‌های خودشون استفاده می‌کردن. یعنی ایران همزمان از هر دو طرف مورد حمله قرار گرفته بود. اشغال نظامی این 3 قدرت باعث فروپاشی حاکمیت مرکزی ایران و ایجاد بی‌ثباتی سیاسی شد. نیروهای کشورهای دیگه شهرها و مسیرهای اصلی رو تحت کنترل گرفته بودند و این باعث شد دولت مرکزی نفوذش رو از دست بده و مقاومت‌های محلی بیشتر شد. اشغال موجب قحطی، بیماری و بحران‌های داخلی شد. زندگی مردم ایران تحت تاثیر قرار گرفت و خیلی مناطق به خاطر جنگ نابود شدند. آمار دقیق قربانی‌های این دوره خیلی در دسترس نیست، اما برآورد میشه که بین 2 تا 3 میلیون نفر از جمعیت ایران که تقریباً 11 میلیون نفر بود به خاطر قحطی، بیماری، جنگ و بی‌ثباتی جون خودشون رو از دست دادن. این تلفات بزرگ یکی از بزرگترین فجایع انسانی تو تاریخ معاصر ایرانه. خب دوستان، ویدیو تموم شد. امیدوارم ازش لذت برده باشین. اگه اینطوره حتما ویدیو رو لایک کنین و کانال رو سابسکرایب کنین و لینک کانال تلگرام که تو دیسکریپشن میذارم رو کلیک کنین. ویدیو بعدی یعنی قسمت دوم همین ویدیو جمعه هفته آینده ساعت 5 منتشر میشه و تا اون موقع خدا نگهدار.